سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیراژنی یاژیک عادی کم خرچ و با لذت تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 250 گرم آرد، 200 گرم شکر، 250 میلی لیتر کفیر، 2 دانه تخم، 100 میلی لیتر روغن رستنی، 4 قاشق کاکائو، یک پچکه رزرخلیتی و وانیلین لازم است. ما در اول دانه تخم را با شکر لب میزنیم. شما میتونید با وینچیک لب زنید. من 5-6 دقیقه لب زدم. کفیر، روغن، وانیلین را همراه کرده 1 دقیقه دیگر لب میزنیم. من 1 دقیقه دیگر همش را آمیخته کردم. ما اکنون آرد، 4 قاشق کاکائو، رزرخلیتل را همراه کرده ایلچی میگذاریم. اگر شما خمیرتان را سفید کردن خواهید، بیسکویتی سفید پختن خواهید، به جای 4 قاشق کاکائو حتما 4 قاشق آرد همراه کنید که بسیار سیوق نبیاد خمیر ما. این محصولات را آهسته آمیخته میکنیم از یک طرف. من خمیر ما تیار شد، نه غفص نه سیوق. و قالب میگیریم. من قالب را روغن کردم. شما میتوانید در لیست پزید، لیستی تفتان یا یگان دیگر که قالی باشد پزید میشود. ما به قالب گرفتیم. ما به مدت 35-40 دقیقه به 170 درجه به تفتان میگذاریم. چگونه میبینید بیسکویتی پیراژنی ما هم پخت، درونش را میبینیم چقدر تیار شده است. تماما با چوبچه نچسبید. من تیار شده است. اکنون تا خنک شدنی بیسکویت من کرم تیار میکنیم. من کرم را با سلیفک خشک با مزه قلفینه‌اش تیار میکنم. ویدیوش هم هست در کانال. یک پچکه سلیفک خشک و 120 میلی لیتر شیر خنک. شیر ما به نهایت خنک باشد. از خالدیلنی گرفتم. شیر خنک را همراه کرده با میکسر یا بلندر لب میزنیم. با وینچیک یختی سخت شدنش دشوارتر. کرم ما هم به نهایت سخت تیار شد. اکنون 1 قاشق وریانکا همراه میکنیم. باز هم با لذت تر میشه. کرم ما هم تیار. ما بیسکویت را با قالبچه کلوله ریزه میکنیم. شما میتونید با پیاله یا که کاسه ریزه میکنه. اکنون من گردکای اضافهش را اتیارکا با مایدش میگذارونیم برای کراشکا. ما کراشکا را تیار کردیم. اکنون آرام میدهیم. من به 2 قسم جدا کردم. اگر این شما با لیست کلام پزید پدیامش پخت شود، 2 تا خمیر را یکتا کرده کرم کنید. من با کیوی و بنان به درونش میگذارم که باز با لذت تر شود. دویم قسمش را میپوشیم. گردش را شروع کرم میکنیم. کنون کراشکا میکنیم. کنون آهسته میگذاریم. ما این گونه پیراژنی رو همراهی مادرم بسیارتر به مکتب ها تیار میکردیم برای طلبه ها. به نهایت با لذت ملایم. بسیار طلبه ها نقض میدیدم، بسیار طلب میکردن. ما همراهی مادرم بسیار تیار میکردیم. خواستم برایش ما هم رسیپتش را نشان دهم، طرز کردنش را شما هم برای فرزندان و نزدیکان تیار کنید.
من شکلات رو در میکروالنوفکا آب کردم و روی پیراژنیمون شکلات میکنیم. کنو آرام میدهیم. کمتر کاکائوی трошки. Мармелад. کمتر کاکائوی трошки کنیم. چگونه میبینید پیراژنی های ما هم تیار شدند. من برای خورسندی فرزندان زانتیکچه گذاشتم. اکنون درونش را میبینیم چقدر تیار شده است. چگونه میبینید با کیوی به نهایت ملایم و با لذت تیار شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.